گروهی در برگرفته شده از خاطرات خودم بود. به عنوان وکیل در افغانستان ما در زندانهای زنان همیشه میرفتم و گاهن بیشتر کسایی که در زندان بودن فرار از خانه بود، خانم ها. و یکی از اونها که به درد و دلش گوش کردم یک خانمی بود که مجبور بود با شوهری که چند همسر داره زندگی بکنه و او به خاطر فشار روحی و روانی که برش وارد میشد متاسفانه فرار کرده بود و بعدم در زندان بود. با اسم خدا صدرک گردن ببریدند بر جان جوان. اسلام گفته که 4 زن میتونه بگیره و مشخصا طبق شرایط بسیار شاید موجه چنین چیزی گفته شده، اما ماهیت اصلی فراموش میشه. چیزی که مهم است گرفتن 4 زنه و ما این رو به هزارها و شاید میلیونها مرد افغان در داخل افغانستان و گاهن حتی در بیرون افغانستان ما شاهد هستیم که بدون هیچ گونه مشکلی در نظر گرفتن هیچ کدوم از اون شرایط فقط اینمی که اجازه داده شده رو در سر میپرورانند و ایره میگیرن. بر جان جوانان وطن دمیدن، ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ. من روی آهنگای اعتراضی دیگری هم کار میکنم که به ابعاد دیگری از زندگی، اما سعی میکنم که این چنین آهنگای زیاد در بین آهنگای وجود داشته باشه و به صورت خیلی واضح دیده بشه.